آیا با واقعیت شرافت پروانی هنرمند مطرح و محبوب افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی شرافت پروانی که هرگز باورتان نخواهد شد. این هنرمند محبوب و مطرح افغان در کجا زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی شرافت پروانی در امریکا و گریه‌های مادر شرافت پروانی در افغانستان. اما چرا؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. شرافت پروانی هنرمند مطرح افغان، یکی از هنرمندان خوب ماندگار که با صدای سریله‌اش دل میلیون‌ها افغان را به دست آورده است. هنرمند محلی خانه افغانی است که در مدت خیلی کوتاه شهرت خوب کسب کرد. شرافت پروانی در ولایت زیبای پروان برای محفل خوشی هموطنانش آهنگ می‌سرود که به یک باره وی برنامه‌های هنری‌اش از ولایت پروان به تمام افغانستان سرایت کرد. شرافت پروانی بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا است. خانواده شرافت پروانی در افغانستان است و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفدارانش برگزار می‌کرد. تازه تصاویر شرافت پروانی در صفحات مجازی نشر می شود که این هنرمند وفات کرده است. اما تمام این خبرها دروغ بوده. شرافت پروانی در جریان برگزاری کنسرت‌های اروپاییش می باشد و این هنرمند درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌های اروپایی و آمریکاییش داشته است. شرافت پروانی هنر موسیقیش بارها مورد حمایت و استقبال افغان‌ها قرار گرفته است. من هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای شرافت پروانی با جمعی از هنرمندان مطرح و محبوب کشور از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من بنویسید. این ویدیو را با طرفداران و علاقه‌مندان شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق کامیاب باشید.